جان پسر شاه نوه رضاخان باشه با جمشید آموزگار دارن میرن تنیس در باشگاه انقلاب. حاجی جیگرتو بخورم فالو برات. ماشین ناموسن شاهنشاهیه. آقا آیسان اسلامی آدم بی دشمنی است، چون برای همه خوب میخواد. این چند روز نبودم به من ثابت شد به قرآن. واقعا با وجودیم. یعنی من این جمله که آقایون کیرتون رو بخورم، خانم دستتون رو ببوسم لایق شماست به قرآن مجید. این زیر ماشین میخواد بره کسکش. آره دیگه دوست داشتین اینجا بودین، انشالله قسمت بشه. میفهمم خودم حاجی، میدیدم قدیم به گاه میرفتم.